همه تحلیلای ما اگر گیم همچه سیاست شناس تحلیل کنیم به یک خلاصه مهم میارد که مسئله رقم یکی تاجیکان در همین عصر حاضر این حفظ دولتداری ملی است. این هم سوال کنن که همین مسئله رقم یکی همین ملت حاضر چیست؟ یک کس میگه اخلاق، یک کس میگه دموکراتیا، یک کس میگه نمیدونم عدالت، یک کس میگه که رشد اقتصادی. لیکن همش جنبش کنیم، جو با جو گذاریم، زینه به زینه گذاریم، جوش معین کنیم، ما میگیم که مسئله رقم یکی تاجیکان این دولت است. حاضر دولت، زیرا همه تحلیلان نشون میده که ما دولت، حفظ شدن دولت کفالت میدهد که همین ملت باقی ماند، همین ملت دوام یابد. و وقتی که دولت باقی ماند، دولت حفظ شد، دولت دوام یافت، حالی او را دموکراتی میکنی، دنیوی میکنی، دینی میکنی، لیبرالی میکنی، نمیدونم ملی میکنی، او دیگه مسئله دوم است. او را رشد میتیم، ساز میکنیم، خوب میکنیم، چقدر زندگی میکنیم، حقوق و آزادی چقدر تامین میکنیم، او مسئله دوم است. اما بود و نبود دولت مسئله یکم. مثل که حیات، این حیات مهم است که حیات که نباشه دیگه همه مسئله هیچ. حیات اول حفظ میکنی، بعد از اون مسلمان میشی، اتئیست بشی، چی بشی، چی کاره بشی. یعنی دولت مسئله حیاتی است. حاضر چرا خیلی میگه؟ من همین رو میخوام مختصر فهمونم. بینید، یکم سیاست شناس باید فقط وضعیت نبینه بلکه روند. روند چی است؟ روند در امی روسی میگیم پروسس. پروسس چی؟ شما مثلا یک از امیجا ولایت سوخت میره، در امی نزد عقبه ترمه ها هست. شما من حوض میره میگم این ترمه عمیق بوده است. اگر شما هر هفته یک باری رفته آمدگی باشید، شما میگی که ماهی فوریه عمیق قدر بود، ماهی مارت ایق شد، اپریل دقیقه، مای دقیقه، ایون به این قدرک مونده است، اوگوست تمام میشد. با پیش بینی میکنید، میگم خیره اوگوست تمام میشه. یعنی شما پروسس دیدید، روندی که همین چخیل آمد به کجا رسید، روند رو دیدید. نه تنها گیم که همین حادثه رو یا منظره رو دیدید. من یه بار رو منظره میبینم تمام. انا آدمی در این سیاست هم منظره میبیند. متخصص باید روند رو بیند که از کجا آمد، چه شد، قدم به قدم. و وقتی که روند دیدید، شما میتونید پیش بینی کنید که دوامش چی میشد. انا برای همین درباره دولتداری تاجیکان من روندش اگر نگاه کنیم، شما اگر ساده کرده گیم تلختون میکفه. چخیل ببینید، در همین 100 سالهای اخیر حدودی قدرت و نفوذ تاجیکان، حدود حاکمیت سیاسی رسمی تاجیکان 100 برابر خرد شده است. 100 برابر خرد شده است. چه؟ مثلا اگر دولت های تاجیکی در نظر بیارید، آخرین دولتش اینه سامانیان. دولتی تاجیکی که دیگه در اون شوبه نیست. تاجیکانی بلخ و بخارا ساختن، اسماعیل سامانی ساخت، سلاله سامانیان اداره کرد. این دولتی زبانش، فرهنگش، ملتش، خونش تاجیکی، حدودش 3 میلیون کیلومتر مربع. 3 میلیون کیلومتر مربع دولتی سامانیان. او تا شمال قزاقستان، تا سینزیان چین، تا نیمه هند، حتی نیمه یمن ولایت دولت سامانیان بود. یمن 3 میلیون، 2 میلیون و 980 هزار کیلومتر مربع حدود دولت سامانیان. خب
حدود امروزه جمهوری تاجیکستان که دولت رسمی تاجیکان است 3% تریتوری دولت سامانیان 3%. مثلا اینمی کاغذچه اگر دولت سامانیان باشد همین حدود جمهوری تاجیکستان من اینقدرش. من حدود جمهوری تاجیکستان دولتی تاجیکان 1000 سال پیش سامانیان 3 میلیون دولتی تاجیکان امروز. پس من میگم که در این 100 ساله ها حدود قدرت سیاسی و حاکمیت رسمی و سیاسی تاجیکان 100 برابر خرد شده است. فهموست؟ این یک گپی مهم. اگر با این دولت‌های با کلانتر مثل ساسانیان و هخامنشی‌ها قیاس کنیم حدود امروزه جمهوری تاجیکستان حتی 1% نیست، 1% نیست. بنابراین ما چی میگیم؟ میگیم که تاجیکان امروز همگی 1% تریتوریا یا حدود یا جغرافیای تاریخیشون در دست دارند. 1%. این فوجیه همین ملت. بنابراین ما میگیم که این جمهوری تاجیکستان این آخرین پناهگاه، آخرین جزیره، آخرین 1% پاره است که در دست تاجیکا به طور رسمی مانده است. تاجیکا در جای دیگر هم هستند ولی صاحب قدرت دولت نیستند. اما جایی که تاجیک دولت دارد، قدرت دارد، حکومت دارد، همچون ملت صاحب دولت زندگی میکنه، همین 1%ش مانده است. پس وقتی بگیم که پروسس نگاه کنیم خون 99 رفت، این 1% در نوع رشته آویزان است. یک تحول دیگه تاریخی رود این هم ممکن برود. بنابراین حفظ جمهوری تاجیکستان دیگر مسئله سیاسی و تندرستی نیست، مسئله حیاتی است. فضای حیاتی تاجیکان همین قدر مانده است. این از دست رود این ملت کاملا بی دولت میشه. خب بحث دیگر. خب دوم نشان دهنده ای که پس میگیم که 1% دیگر نه جای فروختن داره، نه جای باختن داره، نه جای سپردن داره، نه جای هدیه کردن داره. این ما برای هر سانتیمترش گپ زدیم چون که دیگه هر یک وجبش مهم است. خب این نشان دهنده یکم. نشان دهنده دومی که خیلی دهشتناک است این است که در همین 100 سال اخیر که 1000 نگیریم، در 100 سال اخیر حوزه تأثیری فرهنگ و تمدن تاجیکی 10 برابر خرد شده است. او یکم بود حوزه قدرت سیاسیش 100 برابر خرد شده است. حوزه قدرت و نفوذ فرهنگیش هم در این 100 ساله که اخیر 10 برابر خرد شده است. این همی سال 2023 است. شما تصور کنید که 1923 100 سال پیش هندوستان قریب فارسی زبان بود، پاکستان فارسی زبان بود، این آسیای مرکزی پر زیر زبان و فرهنگی تاجیکی بود. اینا هم خشک شدن رفتن. یک شاعری بزرگی بخارایی با نام اسد گلزاده بخارایی، اسد گلزاده بخارایی همین ماهی گذشته وفات کرد. اسد گلزاده بخارایی یک موسفیدی 96 ساله بودن. هم خیلی همون کس در مصاحبهش با همین بلوگری تاجیک جهانگیر رستم میگه که امروز در بخارا 2 شاعر تاجیک است. 2 شاعر تاجیک است. اگر من مرم 1 تا میماند. خیلی ما حساب نکردیم شاعری بخارا از سخنی بزرگترین شاعری هم بخارا گفته شده.
انا که بینه این گپ گفته سال 2023 در نوروز 100 سال قفو برویم استاد عینی سال 1925 26 کتاب نمونه ادبیات تاجیک نوشته. کتاب نمونه ادبیات تاجیک نوشته میگه کی در ثبتش که در این بخارا 2000 شاعری تاجیک کدوم میره در کتاب جا میکنیم، همون 10 تا 15 تا مشهورش جا میکنیم، دیگرش در تذکره ها با جا میکنیم. یعنی 100 سال پیش در امی شهر استاد عینی میگه 2000 شاعری تاجیک. 100 سال بعد اسد گلزاده بخاری میگه 2 شاعری تاجیک. پس همین حوزه ادبیش 1000 برابر خرد شده است. یعنی 1000 برابر خرد شده است، خشک شده است. خیلی که بحر ارال خریطه این بحر ارال شما بینید چه خیلی نشون میتن خشک شدن شهر. خریطه سال 1900 ش نشون میتن، صورت سال 950 970 2000 2020 میگه این بحر ارال همین قبود قد شدی قد موند. این می حوزه فکری و ادبی و فرنگی و زبانی تاجیکان در همین منطقه هم خیلی. شما 100 سال پیش بینید، 90 سال بینید، 50 سال پیش، 40 سال پیش حاضر بینید که این قدر ماند. خب اناکن 2 سال اخیر باز در جنوب در شمال افغانستان ما حوزه بزرگی و من نه در شمال افغانستان در همه افغانستان خراسان حوزه بزرگی زبان و ادب و فرهنگ تاجیکی بود و هست. انا که بینید در 2 سال اخیر در افغانستان یک نظام سیاسی طالبان آمده است. این میگه که زبان تاجیکی از صحنه برده شود، دانشگاه ها به زبان تاجیکی، تمام ادبیات تاجیک لازم نیست. اینمی اخیراً از دانشگاه کابل همه صورت مولوی و جامی و سعدی و حافظ و بیدیل و همش کندن طالب. گفته اینا برای ما لازم نیست. وزیر معارفش، معاون وزیر معارفش گفت که افغانستان به زبان و ادبیات فارسی یعنی تاجیکی نیاز ندارد. قریب 20 میلیون تاجیک زبان دارد افغانستان، اما 2 برابر تاجیکستان. این آمده میگه که دیگه تمام مکتب تاجیکی تمام، درس تاجیکی تمام، ادبیات تاجیکی تمام، تو با زبانی پشتو گپ میزنی دیگه، حجت گذاری به پشتو. اگر همین روند دوام کند 100 سال خدای نخواسته دوام کند، اما پنشیر هم میشه مثل بخارا، بلخ هم میشه مثل بخارا، کابل هم میشه مثل سمرقند که مثلا حوزه زبانی ادبیش خشک میشه. البته ما خیلی آسان نمیگیم میشه، ولی تاجیک افغانستان بسیار عامه وسیع و فرنگی و قوی شاید این خیلی نشد، لیکن به هر حال اگر اپارات دولتی کار کند ملت نصف میکند میرد. بنابراین حوزه تاجیکان در شمال افغانستان هم زیر خطر. در آسیای مرکزی گفتیم چه خشک شد. در نتیجه ما میگیم که تاجیکستان همین 1% همین حدود جمهوری تاجیکستان که باقی مانده است، این آخرین جایی است که تاجیک همچون ملتی صاحب دولت زبانش، فرهنگش، منفعتش، عرف و عادتش، آنچه که لازم میدونه خودش میتونه حفظ کنه. بنابراین وقتی من میگم تاجیکستان آخرین پناهگاه تاجیکان، آخرین جایی که این ملت میتونه خود حفظ کنه، این یکم پروپاگاندا، یکم گپی عمومی سیاسی تبلیغاتی نیست. این فریادی ماست مثلا، چون که ما اینو در همین اطراف دیده استادیم و در زمان معاصر جهانی شوی قدر تند است، آموزش فرهنگ، آموزش اخلاق، آموزش ارزش های قدر تند است که اگر دولت همچو چتر این ملت حمایه نکند زود حل میشه میرد. تغییرات سوم چی است؟ تغییرات سوم این است که خود افراد ملت، افراد انسان ها، شخص در همین 100 سال اخیر چند برابر کم شده. مثلا ما در همین
آسیای مرکزی چند حالی اگر بعض امورای دموگرافی ضرب زنیم و ایروی قاعده دموگرافی گیریم باید 20 میلیون توجیکی دیگر می بود. اینا همش فرهنگشون حل شد رفت. پس نبودن دولت ملت رو در زمان معاصر هضم میکند میرد. بنابراین بودن دولت ملی جمهوری تاجیکستان این کفیل اساسی باقی ماندن تاجیکان است همچون ملت. بنابراین ما برای همین من میگم که اگر مسئله رقمی یکی تاجیکان حفظ همین ملت باشه بود و نبودش، او فقط به واسطه حفظ همین دولت میشه. این دولت که از بین رفت این ملت دیگه شرایطی باقی ماندن نداره. این همین برای همین است که من همین خیلی در این مسئله حساسم که میخوام که همین یگون کسی در کوچم تا گشت شده دوملوهای یگون معلم است یگون جوان است همین من کنم بگم دوملو یا لحظه بس این دولت آخرین شانس شما است، این دولت آخرین جزیره است، آخرین امکانیت است ایره حفظ کردن در کار. دیگه که همیتولی نگرد دو میره حفظ کن. یعنی که این مسئله رقم یکی تاجیکان است. فهمو؟ گفتیم یکم حوزه قدرت سیاسی امی خیلی کم شد 100 برابر. دوم حوزه تأثیرگذاری فرهنگی کم شد. سوم تعداد و عدد ملت چند برابر کم شد. پس همین روند اگر نگاه کنیم پس همین تاجیکان همچون ملت در حال انقراض هستند. اما در همین میان در همین 100 ساله یک حادثه بسیار مهم میشد که بسیار چیزا را تغییر داد. تأسیس یافتن دولت جمهوری تاجیکستان سال 24 سال 29 اول در شکل اتونومی بعد در شکل جمهوری شوروی، سال 1991 همچون دولت مستقل تشکیل شد. بنابراین ما میگیم مهمترین حادثه تاریخی معاصر تاجیکان این تأسیس دولت جمهوری تاجیکستان است. یعنی بعد 100 ساله ها دوباره در همه یک فایز هم که باشه تاجیکان دوباره قدرت سیاسی را به دست گرفتند. یعنی جای پیدا شد که تاجیک دوباره صاحب حکومت است، صاحب قدرت است، صاحب نظام سیاسی است، تصمیم گیرنده است، سیاستش معین میکنه، دولتداریش معین میکنه. این در 100 ساله های آخر نبود. ما در همه دولت ها بودیم، همه دولت های منطقه در جغرافی های ما بود، در همه ما سهم داشتیم، مشاورا از ما بود، وزیرا از ما بود، سرلشکرا بود، قهرمانا بود، مردم از ما بود، همین دریاهای ما جاری بود، همین شهرهای ما بود. لیکن اداره کنی سیاسی دولت در دست مردم نبود. همین از فرقش. بنابراین جمهوری تاجیکستان از تمام دولت‌های 100 ساله‌های آخر با این فرق میکند که حکومت سیاسی در دست همه ملت است، قبول قرار در دست همه ملت است، ارزش‌های همه ملت معین میکنه فضا را. دیگر ما مشاوری دربار غزنوی‌ها نیستیم. خلاص دیگر ما وزیر و سروزیری دربار سلجوقی‌ها نیستیم. دیگر ما مثلا فرض کردیم دبیر و ندیم دولت تیموریان است. دیگر ما مشاور و وزیر و دبیر دولت منقیتیان است. ما دیگر صاحب همین دولت. پس میگیم که این بار اول است که در 100 سالهای اخیر چنین شانس چنین امکان برای تاجیکان پیش اومد که خودشان دولت ملی مستقل خود را داشته باشند، اداره کنند و این شانس هم برای همه به دست نمی آید. شما اگر همین آمار عادی را نگاه کنید، ما در جهان حدوداً 7,500 خلق و ملت است. 7,500
در جهان 250 دولت است تمام. پس ما میگیم فقط 2% خلقای جهان دولت دارن. خیلی نیست که هر خلق یک دولت داره خیلی ما هم داریم، اصلا خیلی نیست. 98% خلقای جهان دولت ندارن. اینه حساب کنید، خریطه سازمان ملل متحد ببینید نوشته است که 7,500 خلق و ملت و زبان هست. پس باید 7,500 دولت می بود. چرا 250 دولت است؟ از خلقای کلان گیریم 2,500 خلق و ملت کلان است در جهان، ولی هم 250 دولت، یعنی 10%. پس ما در اون 2% صاحب دولت، در اون 10% صاحب دولت می داریم که با نام خودش دولت داره. بنابراین خیلی تصور نکنید هر ملت دولت داره. ملت های هستن که چند برابر ما بزرگن، حدودشون، تعدادشون، تاریخشون، ولی دولت ندارن. این شانس ما شد که معجزه تاریخ شد، دوباره هم حقیقت تاریخی برقرار شد. گرچه در حدی سامونیان و ساسانیان اگر نباشه، در حد همین جمهوری تاجیکستان. بنابراین جمهوری تاجیکستان اگرچه حدودش خرد است، ولی بزرگترین ثروت همین ملت از همین است. بزرگترین ثروت. ما چی میگیم؟ میگیم که همین تأسیس جمهوری تاجیکستان امکانی حفظ این ملت را دوباره با وجود آورد. از این رو حفظ این دیگر مسئله چی است؟ مسئله بسیار مهمی حیاتی برای خلق تاجیک است. وطن، دولت، ملت این سیاست نیست، حزب نیست. آدم نمیتونه که خیلی من ما طرفداری وطنیم یا مخالف. خیلی نیست. مثلا طرفدار و مخالف حکومت بوده میشه، لیکن وطن سیاست نیست، ملت این سیاست نیست، دولت سیاست نیست. دولت، ملت این منفعت هممون است. بنابراین روحانی ها هم در قطار دیگر نیروهای سیاسی دولت را همچه یک ارزش باید هم شناسند، هم اعتراف کنند، هم حفظ کنند، هم به مردم فهمونند که ما در زیر سایه همین دولت ایستادیم. چون مردم ما دولت را از حکومت فرق نمیکنند. اگر شما بگید که دولت را باید حفظ کنه، و فکر میکنید که شما تبلیغات حکومت کردید. حکومت هم یک ساختاری مهمی دولتی است، ولی دولت یعنی خود کشور، خود جمهوری، خود ساختار، خود مردم که حکومت ها اومده میروند، دولت اون چی که میماند.